روسیه به افغانستان 10,000 مسلسل کلاشنیکوف و مقدار زیادی تیر و مهمات تحفه کرد. این عمل همچون عمیق‌تر شدن دخالت مسکو در امور افغانستان ارزیابی شده است. سفیر روسیه در افغانستان الکساندر ماگنیتسکی میگوید که کشورش در مبارزه با آشوبگران و قاچاق مواد مخدر به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. دولت محترم روسیه اسلحه که مورد ضرورت قوای دفاعی و امنیتی کشور ماست توأم با مهمات در یک وقت بسیار مهم و نیروهای پلیس و سایر نیروهای امنیتی کشور ما فراهم کرد. ارتش افغانستان که کاملا به کمک‌های خارجی وابسته است، مسئولیت تامین امنیت در سراسر این کشور و مقاومت با آشوبگران را بر دوش دارد. با بیرونشوی نیروهای پیمانی ناتو از افغانستان، ارتش این کشور از مسکو درخواست اسلحه خرد، توپخانه و حتی چرخبال‌های جنگی کرده است. از سردبیر رادیوی افغانستان آزاد قادری حبیب که مهمان برنامه امروزه ما میباشد میپرسیم آیا شما با این گفته موافق هستید که به اصطلاح خرس روس به افغانستان دوباره برمیگردد؟ قراره که اشاره داشتین در سال 2014 زمانی که ناتو ماموریت نظامی خود را در افغانستان به پایان رساند، حکومت افغانستان در تلاش به دست آوردن کمک‌های نظامی از روسیه شد و با مسکو تماس‌های بیشتری را برقرار کرد و در مراسمی که برگزار شد، مشاور امنیت ملی افغانستان هنگام تحویلگیری 10,000 میل مسلسل کلاشینکوف از سفیر روسیه در کابل این اقدام به عنوان گواه بر دوستی میان روسیه و افغانستان یاد کرد. پس گفته می‌دانیم که روسیه یک بار دیگر به شکل از اشکال در وضعیت فعلی افغانستان که یک وضعیت نابهنجار است، از لحاظ امنیتی و سیاسی یک بار دیگر دخیل میشه و در این ارتباط از نزدیکی روسیه با گروه شورشی طالبان هم گزارش های حاکی بوده و در دست است. بله، ضمناً قبلا خبرها نشر شده بودند که مسکو با طالبان هم مذاکرات دارد و میخواهد روی هر دو جانب افغان نفوذ پیدا کند. آیا چنین نفوذ برای خود افغان ها قابل قبول است؟ بدون شک که افغان ها در ارتباط به گسترش نفوذ روسیه در کشورشان حساس هستند. بنابر مداخله اتحاد شوروی در سالهای 1980، مداخله نظامی که در افغانستان داشت، افغان‌ها از اون خاطره چندان خوش ندارند. اما روسیه به عنوان یکی از کشورهای مقتدر جهان و منطقه، فکر میکنم که در ارتباط به تحولات افغانستان زیاد بی‌تفاوت باقی نخواهد ماند و قسمی که ما و شما شاهد بودیم، گزارش هایی را شنیدیم از مداخله نظامی روسیه را اگر در چوکات همکاری های نظامی کشور ببینیم با کابل و همچنان مداخله سیاسی که شما یاد کردین در مورد گفتگو با گروه طالبان و عکس العمل روسیه در ارتباط به حضور امریکا در افغانستان را میتونیم که از عناصر از جمله عناصر یادآور شویم که روسیه میخواهد به شکل از اشکال دوباره در افغانستان نفوذ پیدا کنه، بخصوص پس از ای که گروه به نام داعش هم در افغانستان ظهور کرده و این روسیه را عمیقاً نگران ساخته. تشکر. قادری حبیب، سردبیر برنامه‌های رادیویی افغانستان آزاد بود.